حکم رابطه پسر مجرد با زن شوهردار چیه؟ آقای با من تماس گرفتن، گفتم 5 سال با خانمی رابطه داشتم، کلی رابطه احساسی بینمون شکل گرفت، کلی جاها با هم بیرون رفتیم و روابط خاص داشتیم. بعد از این مدت متوجه شدم که این خانم متأهله. حالا اگر شوهرش از من شکایت بکنه چه اتفاقی برای من میفته آقای وکیل؟ در این مورد اگر آقا بتونه ثابت کنه اطلاعی از تأهل خانم نداشته و با رعایت موارد شرعی با این خانم ارتباط داشته و شامل رابطه‌ای با شبهه بوده، هیچ مجازاتی نداره و تبرئه خواهد شد. اما اگر نتونه این موضوع رو دادگاه ثابت بکنه، مجازات 100 ضرب شلاق برای آقا در انتظارش خواهد بود و برای خانم مجازات قانونی سنگسار خواهد بود. عزیزان، برای اینکه شما مثل این آقا تو تله نیفتین و زود متوجه بشین پارتنرتون، طرفتون مجرد یا متأهل، کافیه کلمه متأهل رو کامنت کنید تا راهکار اون رو بهتون ارائه